سلام، وقتتون بخیر. در خصوص شرب خمر علل خصوص مرتبه اول اینو بدونید که وقتی فرد حتی پیش مأمور نیروی انتظامی اقرار به خوردن الکل میکنه و آزمایش الکل اون هم درصدش درصد بالاییه، من نمونه داشتم حتی 400 خورده ای، در هنگام حضور نزد بازپرس و قاضی در صورتی که فرد منکر بشه و قاضی هم حق نداره سوال تلقینی بپرسه یا به اون بگه چرا خوردی، بلکه باید سوال از این قبیل باشه که آیا خوردی یا نه. فرد چنانچه انکار بکنه قطعاً تبرئه میشه. آزمایش الکل به خودی خود صرفا نمیتونه مثبت این قضیه باشه و اقرار فرد اهمیت داره. اقرار فرد هم حتما باید نزد دادگاه باشه. بنابراین اعترافات و اقاریر قبلی شما در جاهای دیگه و نزد افراد دیگه هیچ اعتباری نداره.